سلام دوستان، علیرضا خزائن‌نژاد هستم. تو این ویدیو قراره در رابطه با سایزهای دستگاه مختلف صحبت کنیم. یه موضوع سالی خیلی پرسیده میشه این هستش که آیا باید برای تمام دیوایس ها و تمام سایز ها طرح انجام بشه؟ جواب خیر هست. ببینید ما یه زمانی مثلا داریم برای سیستم عامل iOS یا گوشی مثلا اپل میخوایم اپلیکیشن رو طراحی کنیم و کاری رو که انجام میدیم میبینید توی یک سری از سایزهای شاخص مربوط به این اپلیکیشن یا این دیوایس ها طراحی رو انجام میدیم و نیاز نیست مثلا تو سایز دسکتاپ یا موبایل طراحی. من یه جدولی رو دارم که اینجا بهتون نشون میدم که باید چه سایزهایی رو استفاده کنید. برای طراحی‌هایی که توی موبایل میخواین استفاده کنید معمولا یکیش آیفون 14 پرو هستش که از 393 پیکسل داره و جزو وضعیت محبوب و استاندارد هست. تفاوتی نداره، شما اگه بخواید اندرویدی هم به حساب طراحی کنید این دیوایس میتونه براتون طرحتون رو نمایش بده. بعد اگر حالا گزینه دیگه خاصی آیفون 13 یا 12 هست یا اندروید لارج هستش یا اندروید اسمال هستش که برای موبایل‌های کوچیک استفاده میشه. این جدول رو حتما در زمان طراحی به همراه خودتون داشته باشید که بر اساس اون سایز موبایلی که دارید بتونید دیوایس متناسب رو انتخاب کنید. برای تبلت هم خب یا آیپد مینی باشه یا آیپد از 768 پیکسل یا اندروید تبلت که بین 800 تا 900 پیکسل و برای دسکتاپی هم که خب معمولا ما دسکتاپ رو یا روی لپتاپ داریم می‌بینیم یا روی مثلا مانیتور که اینها ابعاد حالا 1440 1280 یا 1920 هستش. برای موضوع که هستش مثلا وقتی شما میخواید برای رسپانسیو و ورکرس‌های تحلیل بزنید یکی از سایزهای دسکتاپ، یکی از سایزهای تبلت، یکی از سایزهای موبایل کافی هستن و نیاز نیست که تمام موبایل ها یا تمام دسکتاپ ها طراحی انجام بشه.